کجاست؟ من یافتم. گوش میکنم. چی میخواستی برادر؟ کمی پیشتر از اینجا یک ماشین سیاه گذشت، ندیدید؟ من ندیدم. شما ندیدید؟ نه ندیدیم. مایلش سلامت باشید. برای کار. سلامت باشید. برای چی سرکشی میکنی؟ یکون بار خونت رو نگرفتند، عیناً همین طور تکرار میکنند. من هم همان رو گفتنیم. یک بار گرفتند، برای چی تکرارم میدهم؟ من کم خونم، از هوش میروم. خانم گوش کنید، خونی بسیار نمیگیریم، کمتر میگیریم تمام. تو از من خوبتر میدونی؟ از هوش میروم گفتم، برای چی من رو نمیفهمید؟ ای سرم تو خورده شده است. ای سرم. پینور خانم، پینور جان، خانم خوب هستید؟ با خود بر در داخلش چقدر حجت‌های لازمه باشه تفتیش کن. اگر یگان چیزی افته به من خبر ده. شب یا روز فرق نداره. درحال خبر کن. خوب شده است جناب، نگران نباشید. دلیل است برای پینار. پگاه چه شدنش معلوم نیست. خانم پینار خانم خوب هسته؟ خانم خوب هسته؟ تو چیکار کرده ایستاده‌ای؟ پینار چیکار کرده ایستاده‌ای؟ میدونی من غم جان خودم رو میخورم. تو فکر گرفته‌ای خونی برام میگیری؟ اینجا شین فقط خونت رو میگیرن خلاص. اکنون خونتان رو گرفتن میتوانیم. خوب نیستم میگویم آخر رفته دستوریم رو شسته به خدایم.
ببخشید از کجا میدونستم که این خیلی میشود؟ مهم نیست. وظیفه ما همین است. با این خیلی انسان ها بسیار روبرو میشویم. یعنی چه خیلی؟ آنها هم از شما بها نمیکوبند. از خودی میگریزند. فریده به خود بیا. خدا را شکر خوب هستی. من حاضر تو رو با کجا برم؟ فهمیدم به خانه این در بیهود بوده ای آسیه. بیا مژده، فریده مرده است. مرده است؟ رفته یک بار بین، شاید نمرده است. تو مگر دیوانه هستی؟ مرده رفته است میگویم. تو گفته مرا اجرا کن. آدم هایت رو فرستم، یگان کار کرده آتش رو خاموش کنند. چی مسخره بازی میکنی؟ مگر این لختن بازی است؟ گوش کن، به من درس ندی، فهمم؟ چیزی که گفتم همه رو اجرا کن. به من خون لازم است. آخر احمقا شیشه خون رو غلطاندن. حاضر باشد از نو خون سپردن لازم. از دست من چی میآید؟ با بهانه کردن جانت خلاص نمیشود. رفته خونت را سپار. بعد چی میشود؟ بعد یگان علاجش رو میابیم. زود رفته سپار. چی؟ من رفتم میبینم. بینار خوب هستی؟ خانم آسیا، من کمی بیمارم. از هوش رفتم. خود را خوب حس نمیکنم. التماس زودتر باش. آمدم. من که از این کار خلاص میشم. در کجایی؟ در کجا شده میتوانم باز در خرید کنی؟ چخل خرید کنی؟ حالا وقتی خرید کنی است. اوه با تو همین خیلی گپ زده بودیم. خودت نگفتی که خورده گشتنگیر. آسیا پرداخت میکنه؟
زود به اینجا بیا. اگر نه حسابت رو پرداخت نمیکنیم. تو در کجایی؟ در بیمارخانه. آسیا تحلیل خون کردن میخواد. خیر چی؟ مگر خودت تحلیل دین کارو نمیخواستی؟ آسیا رو خودت به آنجا نبردی؟ خیر یک خطا کردم. کارها برعکس شد. حاضر تو یگان کار کن. به آسیا زنگ زده او رو به نزد خودت فریاد کن. به اون هم به تو کسی باور کنه گناهگار است. سرم را در بالا ماندی پینا، در بالا. از برای خدا زود باش آخی. نه جانم، به هیچ کس زنگ نمیزنم. تو را باور کردم سرم در بالا ماند. خدا چارت رو دیدن که من هیچ کار کرده نمیتوانم. حالا همین خیر بود. من از این مشکل خلاص شدم. با تو دیگر خیگم میزنم. خدا عجب اینها رو تکرارا میگرفته باشم. خداوندو که این همه به آخر میرسد. مانده شدم آخر من. آمدم. خدای خدا. تمام جانم. آمدم. عصبهایم خراب شد. برای چه عصبهایتون خراب میشود؟ زود باش به تو میگویم. مایلش عصبی نشوید. آمده. بیو گذر. بذارید. کدام دستم رو کشویم؟ دهانتون رو کشوید. سلامت باشید. چه یعنی این چی بود؟ بعد یک هفته جواب تشخیص رو میگیرید. نفهمیدم یعنی چه؟ حالا همین خیر. خیر است کمال؟ با من یاریدید خالای سنبول. زودتر باشید. با پیش یک بیمار میروید. چه بیمار؟ از دکتر نجات دادم. بیچاره. دکتر زیاد نبود اما با خود نمی آید. این خیر باشد برای چی به دکتر نبردی؟ خاله یا این کیه؟ از برای خدا مانید سوال دیگی را کمک کنید. زودتر رفتنمان در کار. احوالش خوب نیست. چیزا شب جزدانم را گیرم. مایلش. خانم موسیقی کار داشته است. مرا در بینی راه فرتوفته رفت. تو چی کار کرده صدای در شرکت هستی؟ خب مرا انتظار شو. زود می آیم. آخر گفت زدن من در کار است. نگفته نماند. 20 رو چی کار کردی؟ گرفته توانستی؟ بله گرفتم. خب در حال شکسته پرتو. مایده کردم. حتی ذره اشم نمانده است. کاری خوب کرده ای. مایلش بعد گم میزنی. رفته با آسیا میگویم که این فایده دکترمان است. خانه ایهان ایلماز همین است؟ بله ایهان یلماز منم. باید با ما به شعبه پلیس رویم. شعبه پلیس؟ بله بیایید میرویم. کدام از اومدنش را نگو؟ خدا نگو. نه اومد. خانم پینار چی شده؟ باید با ما شعبه پلیس رویم. سببش رو در شعبه خواهیم فهمید. خوب برای چی بودنش رو فهمیده میتوانم؟ ما رو مجبور نسازید خانم. بیاید روید. با آقای تیمور گوید زود از پسم باید. خوب شده است خانم. شود آمده ایستادم.
با تیمور گپ زدم. واقعی انگشتری رو به او هم گفتم. حیران شد. من هم همین خیل. هم حیرانم هم در فکر موندم. اگر پینور دخترم نباشد پس کیست؟ اون آدمونی که در خانه هم کیستن؟ به هر حال بعد یک هفته همه شبهه ها روی آب میبراید. این کنه های خونمک هم گم میشوند. هم از خانه‌تون هم از زندگیتون. اگر پینور دخترم باشد چی؟ هیچ باوری هم نمیاد. یعنی بعد اون انگشترین رو یافتن هیچ امکان ندارد. به هر حال خودتون رو به دست گیرید. همه این رو یک جای حل میکنیم. با هم؟ پشیمانم. عذر میخواهم از شما برای کارهای گذشته. اگر شما رو تنها نمیگذاشتم این کارها یگان تش نمیشد. نمیدونم با اون خونه چه خیل درویم. برای پینور چه خیل نگاه کنم. چی گویم؟ این خیل باشد به خانه نروید. تا جوابی تشخیص برآمده به یگان جای دیگر روید. اینی حال به یگان جا رفتن نمیخوام. اما جون شرط نیست برای یگان راهی دور روید. بعدی های جمهوریت روید. رفته در خانه دهات بودن اون استراحت کنید. عصبیتون آرام شود. نمیدونم. در اصل همش خوب میشه. با من گوش کن. برای چی ماشین دور در دوری موندی ها؟ اینجا خانه ای کی؟ یا اینکه یکان کاری نسایم کرده شده ها؟ تمامه. میروی شروع برای اینقدر سر و سیما نکن. خدا تو مرا اینجا انتظار شما خیلی حاضر. خدای خدا بزرگ هستی. موضوع سطح مگر چه میدمه به خدای ناشناس. خدای سنبول قربانت جوان. حیات نجات میدیم حیات. دروید زود این خانه از اونی همین زن است. خدای سنبول باز کنید گفزنی را. زودتر بیایید زودتر. بیایید جانم بیایید. آهسته بیایید انا حاضر. دروید حال این بیچاره رو بین.
کی این کار را کرده است یا اینکه خودت کرده یا؟ خدای سنبول من این کار را چیکار میکنم برای نجات دادن میآوردم شما را. انشالله سرم در بلا نمیماند. برای من یک سنگ تازه در کار دارو تیار میکنم چند پرچه لطه تازه در کار. من اینها را از کجا میابم؟ از کجایی میابی آفتن گیر. زود باش رفته از یکونجا بیا لیکن زودتر باش. از کی باز فریده فیگل ایجانانشینی تو میباشد؟ با فریده چی شده است؟ تو به سوالهایم جواب ده. تقریبا 2 هفته شده است. آقای مأمور چی شده است؟ با فریده یگان کار شده است. برای چی یگان کار باید میشد؟ یا اینکه یگان کار شده است تو از ما پنهان میکنی؟ از برای خدا گپ زنید مأمور. چی شده است با فریده؟ چی گفتی؟ دخترم گفتم. من او را به جای دخترم میحسابم. شما مرا مانید و از برای خدا با فریده چی شده است همان رو گویید. خوب شده است. فریده فیگل 2 روز بود به نام نشان است. آخرین بار از خانه تو برآمده است. من ندیدم. برای چی؟ چرا آن روز در خانه نبودید؟ تمام روز در خانه بودم. شب به بیرون برای هوای تازه گرفتن برآمدم. ممکن همان وقت آمده باشد. آن روز تقریبا در کدام ساعتها در کجا بودن از را تخمین کرده میتوانی؟ شب برای پیاده‌گرد برآمدم. ناگهان از هوش رفتم. چشمانم را گشاده دیدم که در بیمارخانه‌ام. به خانه‌ام امروز آمدم. به هوای تازه گرفتن برآمدی که از هوش رفتی همین خیال؟ من کسری سرطانم. شما مرا مانید. گپ زنید به فریده یگان واقعه شده است. شد شما آرام شوید. نام اون بیمارخانه را گوید ما رفته تفتیش میکنیم. خدا از تهمت نگه دارد. در این ساعت من به آن زن چیکار دارم؟ آخه زندگی و دیگر غمودن داشت دیگر. برای غیبت کردن آمدیم و شوهر زنگ زدن نامی تو داده است. بله میدهد. مرا از خانه پیش کردن از دستش چیزی کویت کردن میگیرد. تهمت میکنند. گفته از مرا نجات ده از پسم میبوشند. از پسش میبودم اینجا چیکار میکردم؟ چی علاقه داری تو با این زن؟ گپ زن. به من گوش کنید. شوهر این زن با من عاشق است. خانه‌دار میشن گفتم مرا فریب داد. بعد کودک رو در دستم دادن. هر دو ما رو با کوچه پرتافت. و بعد من خانه‌دار شدم. برای خودم یک حیاتی نو آغاز نمودم. اما آنها هیچ مرا به حالم نگذاشتن. مرا گوش کنید. اگر حالا هم با این زن دشمن می بودم اجازت نمی دادم که در خانه مادرم کار کند. در خانه مادرت کار میکند؟ بله خدمتگار شده کار میکند. غمی کودکایش را میخورم. دلم نمی شود که از خانه پیشش کنم. کاش غم نمی خوردم و به این حال نمی رسیدم هیچگاه. آخر این اولین بار نیست که از خانه گم می شود. دم بدم از خانه گم می شود. اینها کار دیگر ندارند. در حال به شعبه پلیس مراجعه میکنن. گفتن هم نمیخواستم اما این زن عادت دوستی هم دارد. تمام خود را بیگناه شماریدید که رفته از اتاق یک ورق گرفته بیار. تو در حقیقت دختری منی یا نه؟ دیلک کارهایت را مانو و بلو برآمده لباسهایم را تیار نما. به خانه در دهات بوده میروم. فهمم خانم استاد آنجا بسیار میستید. نمیدونم یک چند روز به فکرم. یک چیز میپرسم از فریده یگان خبر نداری؟ نه در فکرش هم نبودم. به سرش یگان بلو نآمده باشه. خانم استاد یک چیز میگویم قهرتون نآید. شما با اون قدر مهربون هستید یگان گناهش رو نمیبینید. حاضر پول رو گرفته گریخته رفت.
پیش از این چند کار دیگر افته بودم با من باور نکردی. در اصل با تو باور کردن لازم نیست. این دفعه با گفته فریده میکنم، برای اون که قلبم میگوید که فریده خطا نمیکند. خودتون میدونی. صبر کن دخترم، خوب میشوی. من تو رو تبابت میکنم. صبر کن دخترم، صبر. همش میگذرد دخترم. خوب میشوی، صحت میشوی. طاقت کن دخترم. با رازگی خدا صحت و سلامت میشوی. چیکار کردین؟ با صاحب خانه گپ زدید؟ بله گپ زدیم. بیاناتش رو گرفتیم. برای چی؟ یکم چیز رو نمیدونست است. وقتی گم شدن همسرتان شب را در بیمارخانه گذراندند. بیچاره خطر سرطان بودند. والا دیگر چی؟ انتظار شوید، حاضر میبرم. با فریده چیکار کردی؟ من یکم کار نکردم، تو خودت همه کار رو کردی. فرزندوره رو نگیرد گفتن خواستی جدا شوی. باز چیکار کردی گپ زدن؟ هم خودت و هم زنت دروغگو هستی. خیر باز چی رو دونستن میخواهی؟ فریده دروغ نمیگوید. گفت که مرا تعدیل میکنه و نامی تو رو به زبان آورد. تو هم باور کردی ها؟ اول به من نگاه کنم بعد به خودتون. برای چی من با شما تعدیل میکردم؟ زندگی هم زندگی شاهانه است. یک شرکتی بزرگ در تگ دستم. چی خیلی که خواهم همون خیلی رفتار میکنم. لقمه میخوردگی هم به شما خوب میگذارد. یک بار به خودتون نگاه کنید چی دارید که حتی اون خونه هم از آن خودتون نبوده است. همسرت خدمتگار، خودت یک بیکار خوجه. شما با من برابر نیستید. یک طرفی اثر رو هم با کجا میروی؟ تو چی کار میکنی؟ تو چی کار میکنی در اینجا؟ با توی سوادی هم بله سواد میدی مادامی که پدرت هستم. با من نگاه کن. هر دوی من دروغ بودنی این کار رو میدونیم. نه من پدرت هستم و نه تو دخترم. فهمیدی مرا؟ اکنون با یکون خلاصه بیا. رو از اینجا.
خودتان رو بیهوده عذاب ندید. خانم آسیا میداند همه چیز رو. به خانم آمده انگشترین رو آورده است. حاضر رفته همه چیز رو به آسیا نقل میکنم. دانن که تو دخترش نیستی. منو فهمیدی؟ اینار سوار شو. خانم آسیا، جامدانتون رو به ماشین میبرم. باز یگون چیز دیگر لازم است؟ مایلش بعد لباسهایم رو عوض کرده خودم هم میبرویم. خوب شد از خانم. یک بار همشون با بالای سرم برآمدن. آسیا از یک طرف، ای هم و شرف از طرف دیگر. اشیر باشد از فرصت استفاده میبرم. مقصد آن نیست که کسی چیزی گفت یا نه. مقصد اینه که آسیا نفهمد. زودتر حرکت کن، بر وقتتر به خونه رسیدنمون در کار. ای هم آمده آسیا رو به یگان جا بردنمون لازم است. توقع راهی گریز میجویم. یگان راهی حلش رو یافتن در کار. کاش که میمرد. بعدی مال و ملک رو به ناممان گذراندن مراد. برای این کار رو حل کردن یک تعطیل دراز مدت لازم است. اول این کاری امروز رو یک طرفه کنی، بعد من آن رو به یگان تعطیل خوب روان میکنم. خوب شد که زنگ زدی اشیل. من هم به تو زنگ زدن میخواستم. من قرار دادم که به خانه بیرون از شهر بوده روم. در شرکت بعضی کارهای مهم حل نشدم. تو آنها رو حل کرده میتوانی؟ خوش آمدید خانم. مادرم در خانه است؟ بله در خانه است. آمد. تو رو نگذار به خانه دارد. من باشم مادرم رو به گپ میگیرم. خانم آسیا نیست گوی. خوب شده. از ما چی میخواهی؟ چرا از پشتمان آمدی؟ یک طرف ایستید. خانم آسیا رو فریاد کنید. از دهود که آمدم با تو صحبت میکنم. میشه دهود؟ کی به کجا میرود؟ چی گپ است؟ یعنی با کجا رفتن تو رو نگفته؟ در تعجب موندم، برای همین پرسیدم. جانم قرار دادم که میروم 3 روز نمیشوم، شاید 1 هفته نباشم، نمیدونم. کمتر عصبهایم رو میخواهم آرام کنم. تو مرا میفهمی؟ نمیشم. با تو چی شد پینار؟ یعنی برای چی ما نمیشوی؟ ماشین انتظار شدن گیرد. با یگان جا نمیروی؟ تو چی ها میگویی؟ شما رو با یگان جا رفتن نمیمونم. گم شو از اینجا. بار دیگر تو را دیدن نمیخوام. یا اینکه چی؟ در رو محکم کن. با دقت باش. و داخل نگذار. به هیچ کجا نمیروم. در اینجا انتظار میشوم. البته میبرد خانم آسیا هر جایی که باشد. گفتم نمیروید. من خودم تنها در این خونه کارو چیکار میکنم؟ میترسم. و هم شما رو یاد میکنم. پینار دیوانه شده ای تو چیکار میکنی اینجا؟ در راه بود، ناگهان ما رو دیدن تا خونه آورد. گفتم به خونه در یک قهوه نوش بعد میرویم. بله. مادرم به دهود میرفته است. اگر حالا ما نمی اومدیم خبر نداده میرفت. تو چه ها میگویی؟ به شما چی شده است؟ فکر میکنید که من به خارجه میروم؟ از استانبول 2 قدم راه است. من کودک نیستم که. چی دخالت میکنید؟ سرم گرم شد. با اجازت شما میروم. چی میخوای برادر؟ با تو نگفتم که رو از اینجا؟ تنها یک چیز رو میپرسم. خانم آسیا در خانه است؟ رو از اینجا. سری مرا در بلا نمون. یگان کس آمده بود؟ از پشت آمده. مادر جان نروی دو خیر؟ پینار بس بودگیست. یک طرف ایستان. راه را تعمیر کرده ایستادن. برای همین نباید نگوید. بله راه را تعمیر میکنن. حتی ما هم با ماشین آمده نتوانستیم. برای همین ماشین رو در دوری گذاشتیم. با شما چی شده است امروز؟
مایلش تیمور به این طرف میرم. کور روحیر روحی سفید من شما رو پس مان میشنم. چرا ایستاده ای؟ ماشین رو با پس خانه بیار. با پس خانه؟ بله زودتر. مرحمت. تشکر. اشیل زنگ میزند. وقتش را یافته است. دیلک با من یک آب بیار. از گپ زدن حلقم قاق شد. زودتر. رواد نگفته. در آخر جای رفتنش های یافت. دهات رفت. اگر از نزدیک خانه سوزونده اما گذشته بینه چی؟ پینار من نمیدانم. با من سوال دادن را بس کن. مرحمت. در اصل میدانم. با یگان ماشین سوار شده از پسش میروی. فهمیدی؟ چی؟ تنها نماند میگویم. گوش کن. در نزدش ایستاده مانعی آسیه میشوی. اجازت نمیدی که به یگان جا رود. نگذار که به کسی واخورد. هر یک قدمش را نظارت میکنی. فهمیدی؟ تیمور چخل مانعی یک زنی کلان شوم. از دستش گرفته به تماشا برم. یک نام دور را میدهم. وقتی رفتم اون را گیر از اون کار میبرایی. الو آقای یوسف، شما در دهات هستید؟ فهمو حاضر به خانه رفته آتشدان رو درگیرانید. بله چند روز میستم نمیدانم خرید هم کنید. میلش من در راه آمده ایستادم. خدا یک دو چیز یافتم اما من نمیفهمم. کنی بینید در کاریست. این مرهم یاردم میکند. دردش رو میگیرد. یاردم میکند تا پگاه یگان دردش باقی نمیموند. بسیار نسوخته است. کمی از گرمی دستیده است. انا از این 6 ساعت پس یک تاگی خورد. بخیر است خدا. بالای سرش نمیسته و رود و احوالش بد شود. گرفته به دکتر بر. من میروم. در خانه یک کسی بیگانه ایستاده نمیتوانم. از دستم آمده رو کردم. دیگر نمیتوانم. خدا ایست. من تو رو میبرم. ایست. در این وقت ماشین رو از کجا میابی؟ ایست تو میبرم. دیگر وقتی ایستاده نمانده است آقای امیر. وضعیتش جدی است. باید زودتر جراحی گذارونیم. امیر از برای ثواب به این کار اجازت نده. فرزندانه میمیره. مجبور هستیم عثمان. از برای ثواب خودت رو به دست گیر. من برای جراحی راضی نیستم. این کار رو برای هر دویمون کن. برای هر دویمون. تو یکم چیز شود من زندگی کرده نمیتونم.
خودت رو با هم مرا به قتل نرسون. مایلش یاسومان، مرا نرنجون. امیر یاسومان خوب است. خوب نیست که و جراحی در آوردند. من چیکار میکنم؟ فرزندانم را محافظت کردن نتوانستم. میتوانی یاسومان، اصلا حاضر میتوانی. جراحی کردنمان رو نمیخوایم اما مجبور هستیم. خدا دیدی که حالا دور بودنت با یکون کس فایده نداره. کار تو را بد شده است. اگر یک لحظه کردن گیری پیش از باید خودت را از دست میدی. بیا کن برو. خانم همشیره، یک التجا میکنم از شما. گفت یاسومان، من این جراحی رو یک جای با فرزندانم میگذارم. خوش آمده. خوش باش. دری باگاج رو شده، جامدان ها رو گیر. تیار کردم لیکن تیرزه میمونخانه شکسته است. من نم آمده دیدم. در حال استاد رو فریاد کردم. آمده دید و تیرزه رو عوض کرد. دوز ندر آمده باشد؟ نه، خانه رو تفتیش کردم. نه یگون کس در آمده است و نه بر آمده است. با فکرم این کاری کودک است. فهمم، بخیر است نشان. با یخدان یک دو چیز گذاشتم. اگر خواهید خچیچه رو روان کنم برایتان یگون چیز تیار کنم. سورپریز. در حقیقت سورپریز است. خوب هستی؟
میدارم ایستا نگریز تو را میدارم باز نرفت کنی دار ایستا تو را میدارم نگریز ایستا تو را میدارم نگریز بچه ها دور نروید گفتم تو را میدارم نگریز نفتید مادر اینجا بیا مادر جان ما رو تنها نگذار مادر من اینجا بیا اومده نمیتوانم آخیر مادر جان ما رو تنها نگذاره ما رو تنها نگذار مادر جان مادر لطفاً بیاید مادر جان خزه در دستان اینجا بیاید التماس مادر جان بچه ها نروید التجا میکنم نروید مرا تنها نگذارید روح میگردم هیچگاه شما رو تنها نمیگذارم چرا اینقدر دراز دوام کرد؟ باید سومن یکم کار نشده باشد. خدایا طاقتم تاق شد. پسرم، ما انسانی عاجز. به هر کار صبر کردنمون لازم. باید دعا کنیم. فقط از خداوند مدد طلب میکنیم. خداوند عزیز و مهربان است. زنده ماندن نماندن یاسمن را خداوند خودش میداند.